سلام، به کانال خوسی خوش اومدین. اسپانسر امروز برنامه‌مون شیرالات جزیره است که این حوله رو بهمون دادن تا ما یه چیزی رو سرمون بندازیم و دیگه بهونه نداشته باشیم. اینجا از این خبرا نیستش. تو این قسمت میخوام چیزهای جدا نشدنی از خودمو بگم. دیدین بعضی وقتا یه سری چیزا رو میبینی یا میشنوی بلافاصله یاد یه آدمی میافتی، یا برعکسش یه آدمی رو میبینی یاد یه سری چیزا میافتی، انگار که اون چیزا و اون آدما با هم دیگه چفتن و عنصر جدا نشدنیشونن. درستش اینه برید به آدمای زندگیتون، اطرافیانتون، دوستانتون بگید که براتون یه لیست تهیه کنن، بنویسن به نظرشون شما از چی تشکیل شدین و وقتی شما رو میبینن اسمتون میاد بلافاصله یاد چه چیزایی میافتن. اما از اونجایی که من دوستان زیادی ندارم یا حتی اصلا دوستی ندارم، خودم تنهایی این لیست رو تهیه کردم. توصیه میکنم شما هم انجام بدید. اگه شما هم مثل من تنها و منزوی و کنجنشین هستین، این لیست رو خودتون انجام بدین. یه کاغذ بردارین، روش بنویسین به نظرتون از چه چیزایی تشکیل شدین. من تو این کار 2 معیار داشتم. اول اینکه آدم نباشه. بالاخره ما هممون یه سری آدمو دوست داریم. پدر و مادر، پارتنر، بانو دیارماس، حتی نیکول کیدمن. بعضا دیدم بعضیا نیکول کیدمن دوست دارن. معیار دوم اینه که از کودکی در شما وجود داشته باشه، یعنی از دورترین زمانی که به خاطر میارید اون چیز توی شما بوده. اولین چیز جدا نشدنی از من فیلمه که از سن پایین شروع کردم، به خاطر اینکه مادرم فیلم میدید و منم همراهش یواشکی خودم و این ور اون ور میچپوندم و فیلم میدیدم. زمان ما یه چیزی وجود داشت به اسم سینما ماورا که چیز سمی بود و فکر کنم شبکه 4 توی دهه 80 پخش میشد. عمده فیلم‌ها شیطان پرستی و جنگیری و فیلم‌های رازآلود و ترسناک بودن که من با اونا شروع کردم و نتیجه شد این که خیلی جالب از کار در نیومد. دومین چیز جدا نشدنی از من کتابه. کتاب نه به معنای عامش. در واقع من از کتابایی که به صورت بولد دارن یه چیزی بهت یاد میدن خیلی بدم میاد، مثل کتابای درسی یا کتابای آموزشی. چیزی که من خیلی بهش علاقه دارم قصه و داستان و ادبیاته. این ریشه در نوزادی من داره که از همون موقع بر من کتاب قصه میخوندم. بعدم من شروع کردم به راه افتادم، متوجه شدم ما یه اتاق تو خونه داریم که دور تا دورش قفسه‌های تا سقف چیده شده پر از کتابه و من تا مدت‌ها از این قفسه بالا میرفتم، کتابا رو پرت می‌کردم پایین، پاره‌شون می‌کردم، روشون نقاشی می‌کردم تا بالاخره متوجه شدم اینا رو باید وا کنی بخونی. و از اونجا بود که همه چیز تغییر کرد. خیلی. سومین چیز جدا نشدنی از من نوشتنه که اینم ریشه در کودکی من داره. همون لحظه که نوشتن من یاد گرفتم از کلاس اول به بعد، مادرم بهم گفتش که یه دفتر بردار، وقایع روز و افکارت رو بنویس. که البته الان که دارم اینا رو بالا میگم به نظرم یک ترفندی بود برای اینکه بفهمه من دارم تو زندگیم چه غلطی میکنم. مامانم این انگلیس میمونه. چهارمین چیز جدا نشدنی از من گوشواره است. بله، همونطور که مشاهده میکنید اینم ریشه در کودکی من داره، چون پدرم برام یه سری نیمست‌های عجیب و جالب میخرید و اینا معمولا گوشواره‌های خیلی خاص و گلمنگولی و بزرگی داشتن که من مدت‌ها به اینا خیره میشدم، کالبد چکافیش میکردم، باز میکردم، از اول میبستم و همش برام سوال بود اگه مثلا این مهره رو بذاری جای اون فلان این چی میشه. و علاقه پیدا کردم به گوشواره ساختن و طراحی گوشواره و بعدها برای خودم ابزارش رو خریدم. البته متریال ارزونیه چون من خیلی فقیرم، نمیتونم نسازم، باید هر چند وقت یه بار برای خودم گوشواره بسازم و 90% گوشواره هایی که توی گوش من میبینید ساخته دست خودم هستش. پنجمین چیز جدا نشدنی از من آشپزیه که از کودکی در من ریشه کرده. البته میخوام ربطش بدم به شمالی بودن، چون آشپزی اگه نگیم رکن اصلی زندگی شمالی هست، چون دروغه تنها رکن زندگی شمالی هاست، این در من ریشه کرد و شد جزئی از چرا باید آشپزی جزء جدا نشدنی من باشه. ریدم تو این زندگی. ششمین چیز جدا نشدنی از من یه رنگه. من از وقتی چشم باز کردم فقط به یک رنگ علاقه نشون دادم و اون رنگ بنفشه و دیگران منو به این رنگ میشناسن و به خاطر همین از اقصا نقاط آشنایان و فامیل ها برای من چیزهای بنفش فرستاده میشه، مثل مای دستشویی نصفه بنفش، شیشه اتکلون خالی بنفش، سرسید باطله بنفش، ضایعات بنفش، پیرنپاره بنفش و چیزهای مختلف بنفش. هفتمین چیز جدا نشدنی از من شبه. اینم ریشه در کودکی داره، به خاطر اون فیلمایی که میدیدم شبا نمیتونستم بخوابم و وقتی شبا نمیخوابیدم میفهمیدم که شب چقدر بهتر از روزه. روز خیلی صبره و آدما توش حضور پررنگ و قوی دارن، برعکس شب آدما توش حضور کمرنگی دارن، حضور جانوران دیگه‌ای پررنگ‌تره، صداشون شنیده میشه و بعضن دیده میشن. نذارید بچه‌هاتون از سن پایین فیلم ببینن.
و حتما گوشه کنار رو چک کنید که جای قایم نشده باشن تا فیلمو ببینید. هشتمین چیز جدا نشدنی از من چای، متاسفانه یا خوشبختانه تسلیت به معده‌ام، تبریک به روح و روانم. و این هم ریشه در کودکی من داره. حالا نمیدونم چون شمالی بودیم یا چون معتاد بودیم با تریاک میچسبید، نمیدونم خیلی، ولی در من ریشه کرد و همواره رویای راه اندازی یک چایخوری به معنای واقعی چایخوری رو داشتم که درش فرهنگ چای حاکم باشه، یه چیز یونیک نه مثل قهوه خونه یا کافه. و این علاقه به جای رسید که با یکی از دوستانم یک چای فروشی رو اندازی کردیم. جهت سفارش به نمیدونم کجا تو یوتیوب مراجعه میکنید، تو کامنت میتونید بگید چای میخواید. و چای درجه 1 داریم، حالا تعریف نمیکنم، خودتون میدونید، یعنی اونایی که خوردن میدونن. نهمین چیز جدا نشدنی از من طنز سیاه که اینم ریشه در کودکی داره و همونطور که میدونید یک جور مکانیزم دفاعی در برابر چیزهای غیر جالبیه که اون بیرون وجود داره. راهی است برای بقا. من روی کردم نسبت به همه چیز طنزه، که البته از طرفی معتقدم طنز جدی ترین نوع روی کرد به چیز هاست. قلم به سلم حرف میزنی خوسی جون. حالا نمیدونم دیگه، خیلی این مسئله رو دوست دارم و باهاش درگیرم و در حدی که در یکی از مجلات وزین کشور طنز نوشتم و تولید محتوای طنز کردم. خلاصه که چند تا چیز دیگه هم هست که عناصر جدا نشدنی از منه، اما نمیتونم بگم چون گلای تو خونه یاد میگیرم، بدآموزی داره. اگه دوست دارید شما هم برام بنویسید که از چه چیزهایی تشکیل شدید، یا تو کامنت بگید، یا اگه من میشناسید بیاید به خودم بگید، برام جالبه که بدونم از دید خودتون از چه چیزی تشکیل شدید. همین دیگه. احتمالاً تو این کانال کلا راجع به همین چیزا صحبت کنیم یا نکنیم، نمیدونم، اصلا هیچ اطلاعی ندارم چی قراره پیش بیاد. خداحافظ.